عبدالغنی ابن عبدالواحد ابن علی ابن سرور الجماعیلی المقدسی سال 602 هجری چکردگی وفات کردگی رحمت الله علیه. یکی از امام های اهل سنت و جماعت بودگی. حیاتش بچه دعوت یگانه توحید به این هم طبقه ای که باید ابن قدامه مقدسی ایکو ابن قدامه مشهور مثلا چه شیخ حنابلة کتاب مغنی دارده معروف مثلا حقیقت هم طبقه بودگی عقیدهشون عقیده قرآن و سنت بگی. لیکن ابن قدامه کمتر چی میکرد یعنی خود موقت مراسو کار معامله. اما امام عبدالغنی ابدا یعنی دید بدعت رد میکردگی چی میکردگی سبحان الله ها چی میکردگی یعنی بیجان نرمه چی میکردگی رانه میدادگی دمشق میگوید در دمشق خواهی میکنن مصر بمیرن مصر میرود یعنی مصر حق میگوید چی میکنن میرد عراق میبید موصل بمیرد موصل آنده چی میکنن یعنی برارت چی میکنن از چی میبید سنه اصفهان بمیبید فقط کار چوی توحید سنت دعوت کردن بود. ضد اشعری های ماتوریدی ها به چی میکرد رد میکرد یعنی برای همین چی میکردن یعنی روز نمیدادن یعنی این بند نه فهمیدین همین خیلی وقتی که عراق هم حتی مثلا چی میتین یعنی حکم قتل میتین امام عبدالغنی بند سن وقتی که حکم قتل میتین بعضی از اهل خیلی که بود نزد پاشا بمیرند من امیر برسته میگن که امیر میگن همین چی گفتم میگه خیلی من اومدم درباره این چیزای این آدم بعد دیسکوت چیکارن گفتن اینا میگن که کیم خبرای تو مبارک رسونه کیو براتون خیر الان چه وای عالم ها هم لوگوی امروزه یعنی تو گفتن گوش کنم میگن تو امیر هستی تو در دنیا هستی یعنی همین آدم هایی که نزد تو با آمده همین خبرای میبیارن و اینها دنیا پرست بودن برآمد که این آدمی که هست عبدالغنی و آدم آخرت بوده ما آدم آخرته که تو آدم آخرت حرمت میکنی چی میکنم میگوی که دویم آدم آخرت همین آدم دشمن هست بده تو کشتنی یاد فهمدی؟ باید برای چطور نزد تو نمیبید برای اگه آدم آخرت کرد نزد دنیا چا میکند باید اما ایرایی که تو و یا آدمای آخرت میگو و یا هیچ خیلی آدمای دروغگوی کذاب هستن و یا اینما چه اشکم کیسه هاش پر میکنن فهمدی؟ همین که چی میتونه الله تعالی نجات چی میتونه المهم به همین بعد تمام چیای